شاید باورتون نشه اما بازی اسکوید گیم داره تو دنیای واقعی انجام میشه. توی کشورهای آلمان و پاریس داره به صورت واقعی برگزار میشه و کلی جایزه هم داره که اسکوید گیم برای که با مخاطباش بیشتر ارتباط برقرار کنه و بازدیدش فیلمش بره بالا این حرکت رو زده و بازی‌های اسکوید گیم رو تو کشورهای پاریس و آلمان به صورت شبیه سازی واقعی انجام دادن. توی خیابان‌ها افرادی رو گذاشتن که مردم رو به این بازی دعوت میکنه و همه میتونن توی این بازی شرکت کنن. هزینه این بازی هم 29 یورو برای هر نفر و 60 دقیقه میتونین بازی کنی و جالب این که 900 تا شرکت کننده داره و 10,000 تماشاگر میتونن بیان این بازی رو ببینن و تمام مراحلش هم مثل مراحل اسکوید گیم شبیه سازی شده تا حس واقعی اسکوید گیم رو به مردم منتقل کنه. تنها فرقش اینه که توی این بازی اگه اشتباه کنین نمیمیرید.